قصه ها عوض می شوند. ادامه کتاب دوم سیندرلا. فصل 7. تظاهر کن ما رو نمی بینی. نیم ساعت دیگه هم دنبالش تا خونه می دویم. شانس آوردیم که امشب نور ماه می تابه، چون این شهر اصلا چراغ نداره. فاصلمون رو با اون حفظ می کنیم. با صدای آهسته با هم حرف می زنیم. هر وقت سیندرلا برمیگرده خودمون رو توی تاریکی قایم می کنیم. حسابی به کارهای مخفیانه واردیم. مطمئنم وقتی بزرگ شدیم میتونیم جاسوس بشیم. یه گروه جاسوسی خواهربرداری میزنیم و یه جاهایی مثل نیویورک یا ژاپن از رمز و راز انرژی هسته‌ای سر در میاریم. بعد یک فیلم از زندگی ما میسازن و اسمشو میذارن. چرا شما دوتا افتادین دنبال منو تعقیب میکنین؟ آخ سیندرلا در حالی که روی پله ورودی یک خانه ایستاد و دستاشو به کمرش زده به ما خیره شده. میگم ما تو رو تعقیب نمی کردیم. چرا؟ تعقیبم می کردین. از قصد تا اینجا دنبالم اومدین. نه، ما جمله‌مو تموم نمی کنم. ما تعقیبش می کردیم دیگه. نمیدونم چی بگم. جونا میگه ما باید از خونتون استفاده کنیم. سیندرلا میگه 3 کوچه پایین تر دستشوی عمومی هست. میگم نه، ما میخوایم بریم خونمون. چی؟ شما کی هستین؟ من ایبیم. اینم جونا برادرمه. خودتون خونه ندارین؟ داریم، ولی باید از خونه شما استفاده کنیم که بتونیم برگردیم خونمون. میگه من که نمیفهمم شما چی میگین. به هر حال نمیتونم بذارم بیاین تو. نامادریم خیلی سختگیره و اگه به حرفش گوش ندم به دردسر میافتم. بهش میگم نامادریت هنوز از مهمونی برنگشته. قبل از اینکه بیاد خونه ما میایم تو و میریم خونمون. جونا میگه آره، ولی حتی اگه به درد سر هم بیفتی زیاد طول نمیکشه، چون قراره با شاهزاده عروسی کنی و راحت بشی. چشماش از تعجب گشاد میشه و میگه چی گفتی؟ ای وای، نه جونا. جونا که لپاش قرمز شده من نگاه میکنه. چی؟ نباید بهش میگفتم؟ سیندرلا از پله‌های دم در برمیگرده. چرا گفتی من قراره با شاهزاده عروسی کنم؟ جونا من میگه نمیفهمم اشکالش چیه. چرا نباید از آیندهش خبردار بشه؟ به سیندرلا نگاه میکنه. تو توی مهمونی بودی درسته؟ تو با شاهزاده ملاقات کردی و اون الان فکر میکنه تو زیباترین دختر اینجایی، قراره به زودی باشه عروسی کنی. سیندرلا میگه ولی آخه من نمیفهمم اون چه جوری میخواد منو پیدا کنه؟ حتی نامادریم و خواهرهام منو نشناختن. آه میکشم. وقتی کمی از داستان گفته شده دلیل نداره بقیش مخفی بمونه. بهش میگم کفش دستباد در اومد درسته؟ اون برش داشت. فردا اعلام میکنه که با کسی ازدواج میکنه که این کفش به پاش بخوره. بعد دستیارشو میفرسته تا کفشو به پای همه دخترای اینجا امتحان کنه، ولی اون کفش فقط اندازه تو میشه. لبخندی تمام صورت سیندرلا رو میپوشونه. جدی؟ بهش میگم جدی؟ تو قرار شاهزاده خانم بشی و بعد از ازدواجتون میشین ملکه. خب البته اولش فقط شاهزاده ای، ولی آخر سر وقتی که پدرش میدونی دیگه لازم نیست بقیش رو توضیح بدم. به هر حال منظورم اینه که حتی اگه نامادرت چند روز حسابی اذیتتم بکنه اصلا مهم نیست. سیندرلا میگه که اینطور؟ این بهترین خبری بود که شنیدم. باورم نمیشه شاهزاده دمپایی منو برداشته. بهش میگم اتفاق خوبی بود. البته احتمالاً اگه شاهزاده دستش به سیندرلا میرسید که نمیذاش بره اتفاق بهتری بود. ولی من چی کارم که قضاوت بکنم؟ یه روز قاضی میشم، ولی الان نه. جونا میگه شانس آوردی که فقط اندازه تو میشه. قشنگ اندازه پای من. بعد کفششو بالا میاره که ما ببینیم. میگه میبینین؟ اینجاست. نگاه میکنم. درست جلوی چشمای منه. همون دمپای شیشه‌ای معروف. در حالی که نفسم بند اومده میپرسم میتونم بگیرمش؟ میگه آره حتما. و دمپایی رو میده به دستم. وای، از اون چیزی که فکر میکردم سنگین تره. واقعا از شیشه ساختن. کاملا شفافه.
انگار یک از ظرفای بلوری مامان رو توی دستم گرفتم. ولی این کفشه، یک کفش پاشنه بلند واقعی. نمیدونم چطوری میشه با اون راه رفت، چون واقعا سنگینه. برای یک آدم بزرگسال کوچولو و باریکه. فکر کنم سیندرلا 16 ساله باشه. میدونین عجیب ترین چیز درباره این کفش چیه؟ جای انگشتای پای جلوی کفش جا مونده. این کفش درست اندازه پای خود سیندرلاست. پس دلیل اینکه کفش‌ها فقط اندازه پای سیندرلا میشن مشخص شد، چون دقیقاً جای انگشتای پای سیندرلا توی کفش جا مونده. اگه مثلا اندازه کفش‌ها 5 بود، اون وقت هر دختری با سایز پای 5 میتونست اون رو بپوشه. ولی اینطوری فقط مال خود سیندرلاست. کفشو پس میدم. اصلا دلم نمیخواد اتفاقی از دستم بیفته زمین. جونا میپرسه چرا این دمپایه‌های شیشه‌ای هم مثل بقیه چیزا ناپدید نشد؟ سیندرلا میگه مادر خونده من لباس و کالسکه و اسب‌ها رو از چیزای دیگه درست کرده بود، ولی این کفشا رو به عنوان هدیه بهم داد. این دمپایی‌ها فقط برای من ساخته شدن. بهش میگم کفش پاشنه بلند. چی؟ دستم رو تکون میدم. هیچی، ولش کن. حالا بگین از کجا میدونین چه اتفاقی قراره برای من پیش بیاد؟ شماها سحر و جادو بلدین؟ جونا میگه نه، ولی الان توی داستان افسانه‌ای هستیم. دماغشو میخارونه. یعنی یه پری یا جادوگر بهتون گفت چه اتفاقی برای من میفته؟ میگم آره یه جورایی. حالا ما میتونیم بیایم تو؟ زیاد وقت نداریم. میخوایم قبل از اینکه خانوادت بیان خونه ما از اینجا بریم. سیندرلا میگه باشه و در رو باز میکنه. وارد یه خونه قشنگ میشیم. البته نه به قشنگی قصر. سرامیک های روی زمین شطرنجی هن. سیاه و سفید. یه کاناپه بزرگ، چند تا صندلی، یه شومینه و یک ساعت چوبی پاندولی ایستاده که کنار دیواره. یه لوستر هم بالای سر ما آویزان شده و یه آینه مستطیلی هم توی راهروی ورودی وجود داره. میگم بیا اینو امتحان کنیم. سیندرلا عقب وایستا. نمیتونیم تو رو با خودمون ببریم خونه وگرنه گن میخوره به زندگیت. جونا ضربه میزنه. 1 بار، 2 بار، 3 بار. هیچی، فایده نداره. چند تا آینه دیگه توی خونتون دارین؟ نامادریم یه دونه توی اتاقش داره. خواهرها هم 2 تا. همین دیگه نداریم. ولی چرا برای رفتن به خونتون با آینه نیاز دارین؟ شما کجا زندگی میکنین؟ نمیفهمم. بهش میگم ما هم نمیفهمیم، ولی جادوه دیگه. به همون دلیلی که تو باید مهمونی رو ساعت 12 ترک میکردی، ما هم باید از توی آینه بریم خونه. میگه جادو چیز عجیبیه. بیایم بریم. طبقه دوم 2 تا اتاق و یک راه پهله داره. از راه پهله میریم بالا. از سیندرلا میپرسم پس اتاق تو کجاست؟ اون به بالاتر اشاره میکنه و میگه اتاق زیر شیروانی. بیاین از اتاق نامادریم شروع کنیم. سیندرلا در اتاق باز میکنه و به آینه بزرگ کنار تخت اشاره میکنه. 1 بار، 2 بار، 3 بار ضربه میزنم. ولی فایده نداره. میگم صدای از بیرون میاد. صدای کالسکه است. سیندرلا با نگرانی میگه ببین کی اومده. نامادریم و خواهرام از مهمونی برگشتن. وایستا بهش بگم شماها چی بهم گفتین. دهونم از ترس خشک میشه. نه تو نباید چیزی بهش بگی یا؟ چرا نباید بگم؟ تو گفتی این اتفاق میفته. نکنه بهم راستشو نگفتین؟ چرا؟ من راستشو گفتم. ولی از کجا میدونی که اگه بهشون بگی چه اتفاقی میفته؟ اگه سعی کنن جلوی این اتفاقو بگیرن چی؟ اگه خرابش کنن چی؟ تو باید اینو با عنوان یه راز نگه داری. به هم قول بده که راز نگهش میداری. میگه باشه اگه تو اینطور فکر میکنی باشه. جونا میگه باید عجله کنی. ما که نمیخوایم اونا ما رو ببینن. نه؟ بیاین بریم اتاق خواهرهای ناتنی. بالاخره یکی از اون آینه ها باید کار کنه. ایبی اگه کار نکنه چی؟ چطوری بریم خونه؟ یه نگاهی به جونا میندازم. نمیدونم. آخرین شانسه. بزن بریم. فصل 8.
مشکل به توان 2. زیر نور ماه میتونم ببینم که اتاق کاملا صورتیه. 2 تخت صورتی، 2 فرش صورتی، 2 میز صورتی، 2 کمد صورتی، 2 بالش صورتی که روی یکی از اونها اسم کایلا و روی اون یکی اسم بیاتریس گلدوزی شده. ولی مهمتر از اینها 2 آینه بزرگ صورتی اونجاست. احساس خوبی به این آینه ها دارم. جونا به سمت آینه کایلا میدوه. شاید جفتشون کار کنن. هر کدوممون از یک مسیر میریم. خیلی جالبه نه؟ میگم واقعا فکر کردی من بهت اجازه میدم خودت تنهایی بری توی آینه؟ اگه ته تهش از مریخ سر در بیاری چی؟ اصلا امکان نداره بذارم. بیا یکیشون انتخاب کنیم و بریم. سیندرلا از پنجره بیرون نگاه میکنه. زود باشین، دارن از کالسکه پیاده میشن. اصلا خوششون نمیاد کسی توی اتاقشون باشه. ماه پیش من اینجا خوابم برده بود. پیدام کردن و 2 ساعت توی کمد زندانیم کردن. از تعجبی نگاهی میکنم و با خودم میگم چه خواهرای وحشتناکی. دست جونا رو میگیرم و ضربه میزنم. 1 2 و حالا ضربه نهایی 3. هیچی نمیشه. یه صدایی از پایین داد میزنه. سیندرلا بیداری؟ کجایی؟ برامون چایی بیار. وای نه، اونا وارد خونه شدن. اون وقت ما هنوز اینجاییم. صدای تق تق پاهاشون رو میشنوم که راه میرن. سیندرلا با عجله میگه من باید برم. شماها باید از اینجا برین. با خوشبینی میگم میریم، هنوز یه آینه مونده. جونا میگه خدا حافظ سیندرلا. من هم میگم خیلی خوشحال شدم دیدمت. دست جونا رو میگیرم. این آینه کار میکنه، یعنی باید کار کنه. آماده ای؟ 1 2 و حالا ضربه آخر 3. هیچی به هیچی. این اصلا خوب نیست. اصلا خوب نیست. بازم صدای تق تق پا میشنوم. دارن از پله ها میان بالا. هر لحظه ممکنه خواهرها به اتاقشون برسن. وای، باید یه کاری بکنیم. باید قایم بشیم. من به جونا اشاره میکنم که زیر تخت بریم، ولی اون منظورم رو نمیفهمه. میگه هان؟ میگم هان نه، بله. خب بله، چی کار میکردی با دستت؟ یه صدایی میاد. تق تق تق. بهش میگم میخواستم بهت بگم ولش کن، فقط برو زیر تخت. سر تکون میده و میره زیر تخت. من هم زیر تخت کایلا میرم. رو تختی ها تا زمین میرسن و ما دیده نمیشیم، مگر اینکه دنبالمون بگردن و رو تختی رو بدن بالا. آخ دستم. حالا اگه ما رو ببینن چی بگیم؟ چه اتفاقی برامون میفته؟ نکنه به پلیس افسانه ها زنگ بزنن؟ نکنه ما رو بندازن زندان؟ اتاق یهویی روشن میشه. یک نفر با صدای بلند تو دماغی میپرسه سیندرلا تو توی اتاق ما بودی؟ در بازه. سیندرلا میگه آره داشتم تمیز میکردم. صدای پایی رو میشنوم که نزدیک میشه. تق تقی نیست. پس صدای پای سیندرلاست؟ نمیدونم. یکی از خواهرها میگه کل شب داشتی این کارو میکردی؟ سیندرلا با خوشحالی پنهانی که توی صداش هست میگه نه، خیلی مشغول بودم. حقیقت رو نمیگه. صدای باز شدن پنجره رو میشنوم و نسیم خنکی رو حس میکنم. سیندرلا میگه خب برام از جشن بگین، این بار تونستین با شاهزاده جردن حرف بزنین؟ سیندرلا کار خوبی نکرد. اون میدونه که هیچ کدوم از اونها نتونستن با شاهزاده صحبت کنن. خودش داشت کل شب با شاهزاده حرف میزد و قدم میزد. نکنه سیندرلا داره بدجنس بازی در میاره؟ دختری که باید بیاتریس باشه میگه کایلا باهاش حرف زد. سیندرلا میگه واقعا؟ من منظورم اینه که چه خوب، بعدش چی شد؟ بیاتریس میگه اون غریبه خوشگل بازم سر و کلش پیدا شد و نذاشت به حرف زدنمون ادامه بدیم. سیندرلا میگه واقعا؟ کایلا میگه شنیدم که شاهزاده است. بیاتریس میگه شاهزاده نیست. اگه شاهزاده بود ما میشناختیمش، ولی لباساش خیلی گرون بود. کایلا میگه شاهزاده بازم کل شب با اون صحبت کرد و قدم زد. واقعا امیدوار بودم امشب پیداش نشه. جدی؟
شاهزاده با غریبه زیبا حرف میزد و برای همین دیگه با تو حرف نزد؟ چه بد؟ 2 تا 4 تا میکنم و میفهمم اون دختر معمولی که با شاهزاده حرف میزد و من دیدم توی مهمونی احتمالاً کایلا بوده. راستی سیندرلا واقعا که بدجنسه یا فقط من اینطور حس میکنم؟ کایلا میگه آره خیلی بد شد. بعد روی تختش میشین و تشک پایین تر میاد. فقط 1 سانتیمتر با صورت مفاصله داره. آخ آخ. اگه کمی بالا پایین بپره دماغم میشکنه. بالا پایین نپری کایلا، تو رو خدا بالا پایین نپری. امیدوارم کایلا روی تخت بپر نکنه. یاد وقتایی میافتم که من و جونا روی تخت اون میپریدیم. اگه بچه‌های از یک دنیای دیگه زیر تختمون قایم شده بودن و ما خبر نداشتیم چی؟ دماغم میخوره. عطسه نکن ایپی. هر کار میکنی بکن، فقط عطسه نکن. بیاتریس میگه شاهزاده جردن خیلی از این غریبه خوشگل خوشش اومده. عاشقش شده. مگه میشه عاشقش نباشه؟ اون خیلی خوشگله. وای وای نه 1 دفعه عطسه میزنم. بیاتریس میپرسه شما هم شنیدین؟ خدا کنه دیگه موش نداشته باشیم. حالا حدس بزن آخر شب چی شد؟ سیندرلا میگه نمیدونم. شاهزاده از کایلا خواست باهاش قدم بزنه. میتونم سیندرلا تصور کنم که داره با معصومیت الکی پلک میزنه. کایلا میگه نه بابا. از تو خواست باهاش قدم بزنی بیاتریس؟ بیاتریس با ناراحتی میگه نه. سیندرلا میگه پس چی شد؟ میگه وقتی ساعت نصف شب اعلام کرد غریبه زیبا دوید و رفت. هیچ کس نتونست پیداش کنه. سیندرلا میگه نه جدی؟ آره شاهزاده دنبالش دوید و فقط تونست 1 لنگه از دمپای شیشه‌ایشو پیدا کنه. حتما موقعی که داشته میدویده از پاش در اومده نه؟ سیندرلا این از کایلا میپرسه و بعد سرفه میکنه یعنی از پاش در اومد؟ بیاتریس میگه آره شاهزاده میخواد پیداش کنه و حتما پیداش میکنه. حتما این بیاتریس میخواد نشون بده از همه چیز خبر داره. سیندرلا میگه خب بچه‌ها من برم که شما بتونین بخوابین. البته به نظر نمیاد زیادم خسته شده باشین. عجب بدجنسیه این سیندرلا. از اتاق بیرون میره و در روی ما میبنده. ای وای فکر میکنم ما نتونستیم از آینه رد بشیم و بریم خونه. خب حالا هم دیگه تو اتاق خواهر ناتنی گیر افتادیم. وای. کایلا روی تختش کمی تکون میخوره. بعد صدای گریه میاد. چرا یکی از این خواهر خبیث داره گریه میکنه؟ اینا قرار بود خبیث باشن نه ناراحت. صدای گریه درست از بالای سر من میاد. حتما کایلاست، همونی که با شاهزاده حرف میزد. بیاتریس میگه تو چه مرگته؟ چه داری گریه میکنی؟ کایلا میگه من فکر کردم شاهزاده از من خوشش اومده. حس کردم یه چیزی بینمون داره به وجود میاد. بیاتریس میگه ای بابا آخه چه انتظاری داری؟ تو نمیتونی با دختری مثل اون رقابت کنی. واقع بین باش، تو به اندازه کافی خوشگل نیستی. یهو معده‌ام زیر تخت درد میگیره. البته به خاطر غذاهایی که توی مهمانی خوردیم نیستا، فقط دلم برای کایلا میسوزه. میدونم که خیلی بدجنسه اما انگار واقعا از شاهزاده جردن خوشش اومده. هیچ کس دلش نمیخواد با کسی ازدواج کنه که اون اصلا دوستش نداره. بیاتریس میگه بگیر بخواب و اتاق تاریک میشه. خب خوب شد خوابیدن. وقتی خوابشون عمیق بشه من و جونا میتونیم یواشکی بریم بیرون. اونها حتما حسابی خستن. به ساعت اینجا الان از نصف شبم گذشته. نمیدونم توی خونه ما ساعت چنده و این منو میترسونه. امیدوارم مثل داستان سفید برفی باشه که هر روز توی قصه مساوی با 1 ساعت توی خونه ما باشه. در این صورت الان توی خونه ما باید ساعت 12:30 باشه. ما باید قبل از اینکه مامان و بابا ساعت 7 صبح از خواب بیدار بشن به خونه برسیم. الان هیچ کاری جز صبر کردن از دستم بر نمیاد. کمی صبر میکنم.
وقتی بالاخره صدای خور و پفا بلند میشه میفهمم که خوابیدن و وقت رفتنه. خودم رو سینه خیز از زیر تخت بیرون میکشم. میرم سمت جونا. زود باش بیا. وقتی جواب نمیده با دست تکونش میدم. چیه؟ از جا میپره و سرش به زیر تخت میخوره. آخ. میگم هس. وقتی صدایی از دخترها بلند نمیشه به جونا اشاره میکنم که بعد دنبال من بیاد. سعی میکنم جوری اشاره کنم که بفهمم، اما ابروهاشو بالا میبره. این یعنی نفهمیده. آروم میگم دنبالم بیا و یواش در رو باز میکنم. داخل راه رو میشیم. آخیش بیدار نشدن. در اتاق نامادری بسته است. فکر کنم خوابیده. چقدر بدجنسه. حتی به دختراش شب خیرم نگفت. مامان و بابای ما هر چقدر سرشون شلوغ باشه همیشه به اتاق ما میان و شب خیر میگن. جونا میگه خب حالا چی کار کنیم؟ میگم بریم بخوابیم. شاید سیندرلا فردا بتونه بهمون کمک کنه آینه رو پیدا کنیم. حالا کجا بخوابیم؟ به طبقه بالا اشاره میکنم. اتاق زیر شیروانی، اتاق سیندرلا. وقتی به در اتاقش میرسیم جونا میپرسه باید اول در بزنیم؟ کاش وقتی توی اتاق منم میخواست بیاد همین سوال از خودش میپرسید و در میزد. بهش میگم آره. ولی اگه بترسه چی؟ میگم احتمالاً تو الان خوابش برده پس در نمیزنیم. راستی خوشبختانه یه مبل توی اتاقش داره که میتونیم روش بخوابیم. دستگیره رو آرام میچرخونم و آروم در رو باز میکنم. سیندرلا در حالی که دمپای شیشه‌ای رو توی دستش گرفته و با علاقه به اون نگاه میکنه وسط اتاق ایستاده. میگم سلام، چه خوبه که هنوز بیداری. سیندرلا وحشت زده از جاش میپره. دمپای شیشه‌ای از دستش میفته روی پاش. داد میزنه وای وای آخ آخ. میدوم سمتشو میگم خوبی؟ با عصبانیت میگه به قیافم میاد خوب باشم. بعد در حالی که پاشو با دستش گرفته لیلی کنان میره سمت صندلی. واقعا که حسابی منو ترسوندین. داشتم میمردم از ترس. من فکر کردم شما رفتین تو آینه. میگم آخ آینه کار نکرد. وای آخ وای دقیقا افتاد روی پام. میگم ببخشید میخوای برات یخ بیارم؟ چشماشو میبنده. خودش خوب میشه. یه دقیقه مهلت بدین به من. آخ آخ. فقط یه روز دیگه مونده که من از اینجا بیرون برم نه؟ میگم بله ولی بازم ببخشید. میگه میشه دمپایی رو بهم بدی یا شکست؟ دنبال دمپایی روی زمین میگردم و وقتی میبینمش دهانم از تعجب باز مونه. پاشنش شکسته و جدا شده. توی یک دستم پاشنه رو و توی دست دیگرم دمپایی بدون پاشنه رو گرفتم. میگم به نظر نمیاد اتفاق خوبی باشه. چشماش گشاد میشن. ای وای این کفش شکسته. این کفش شکسته که نمیتونه چیزی رو عوض کنه نه؟ با خودم میگم وای نکنه گند زدیم باز به داستانش. مطمئن نیستم ولی بهش میگم نه فکر نمی کنم. تو باید اون کفشی رو که اون مرد برات میاره امتحان کنی. یعنی من اینطوری یادم میاد. بهم میگه این چیزی که اون پری قصه ها براتون گفته؟ آره. دور اتاقو نگاه میکنم تا کفش جای امنی بذارم. اونو روی سطل حلبی کنار دیوار میذارم. دوباره چشماشو میبنده. خب من خیلی خستم. پامم خیلی درد میکنه. خیلی. جونا که داره خمیازه میکشه میگه صبح دردش خوب میشه. این جمله‌ای که همیشه مامانم بهم میگه. سیندرلا میگه پس بریم بخوابیم. من چند ساعت دیگه بعد بیدار شم و صبحانه درست کنم. بهش میگم تختت کو؟ بعد میگه من تخت ندارم. حسیر میندازم و روی زمین میخوابم. جونا میگه چه بد؟ تو واقعا به تشک احتیاج داری؟ سیندرلا آهی میکشه و میگه وقتی شاهزاده شدم یکی میگیرم. بهش میگم وقتی شاهزاده بشی هر چند تا دوشک دلت بخواد میتونی داشته باشی. میتونی مثل داستان شاهزاده و نخود فرنگی یک کمد پر از توشک داشته باشی. داستان کی و چی؟ سرمو تکون میدم. هیچی ولش کن. میگه من از نخود متنفرم.
بهش میگم آقا فراموشش کن. سیندرلا با خوشحالی میگه فردا من شاهزاده خانوم میشم. جونا میگه ما هم راه برگشت به خونه رو پیدا میکنیم. میگم فردا همه چی درست میشه. هر کدوممون یه حصیر برمیداریم و روش میخوابیم. خیلی اذیت کننده است. بدنمو به خارش میندازه. شانس آوردم که لباس راحتی پوشیدم. فصل 9. این اصلا خوب نیست. با صدای جیغ از خواب میپرم. وای پام، آخ چه بلایی سر پام اومده. سرمو بلند میکنم و میبینم سیندرلا پای چپش رو توی دستش گرفت و نگاهش میکنه. میپرسم چی شده؟ میگه پام یه جوری شده، ببین. تا حالا پای اینجوری ندیدم. سیاه و آبی شده. انگشته پاش اندازه مارشمالو شده و کل پاش باد کرده. این پاس یا بادکنک؟ جونا میپرسه به خاطر اینکه دمپای شیشه افتاد روش اینجوری شده نه؟ سیندرلا با طعنه جواب میده پس نه، به خاطر اینکه با انگشتای پام پیانو زدم. معلومه که به خاطر دمپایی پاش باد کرده. درد میکنه. سرمو تکون میدم. میدونستم که باید یخ بذاری روش. سعی میکنه بلند شه اما نمیتونه. چجوری میتونه؟ بعد به خودش میگه چجوری میتونم کار خونه رو انجام بدم؟ حتی نمیتونم وایستم. صدای از طبقه پایین میاد سیندرلا کجایی؟ هنوز خوابی؟ سیندرلا با نگرانی میگه وای نه، این صدای بتیه، نامادریم. حتما خواب موندم. باید صبحانه درست کنم. ببخشید یه لحظه صبر کنید. بتی؟ اسم نامادری سیندرلا بتیه؟ امکان نداره. بتی میتونه اسم یک مامان بزرگ باشه یا کسی که کیک درست میکنه. اسم بتی به یک نامادری بدجنس نمیخوره. سیندرلا دوباره سعی میکنه بلند شه اما میلرزه و نمیتونه بایسته. میگه من باید لباسامو عوض کنم. شما دوتا هم باید از اینجا برین. من اجازه ندارم مهمون دعوت کنم. بهش میگم کجا بریم؟ ما باید آینه رو پیدا کنیم که بتونیم برگردیم خونه. سیندرلا میگه شما همه آینه های اینجا رو امتحان کردین. برین آینه های دیگر رو امتحان کنین. میگم ولی ما نمیدونیم کجا باید بریم. اگه آینه های اینجا و قصر کار نکنه پس آینه های کجا کار میکنه؟ سیندرلا سرشو تکون میده و میگه من تخصصی توی آینه ها ندارم. لنگان به سمت کمد میره. درشو باز میکنه و پشتش میریسه تا لباسشو عوض کنه. وقتی دوباره درو میبنده لباس توسی آستین بلندی تنش کرده. کفشام کو؟ جونا میپرسه شیشه یا؟ نه، کفشای کارم کجاست؟ آهان اینجاست. به کفشای کهنه دم در اشاره میکنه و به سختی به سمت اونا میره. لنگه راست رو پاش میکنه. مشکلی نداره اما بعد سعی میکنه لنگه چپ رو پاش کنه. وای پام خیلی ورم کرده. نمیتونم کفشو بپوشم. باید پا برهنه را برم. وای مگه میشه پا برهنه؟ من به کفش شکسته نگاه میکنم که کنار دیوار روی سطل حلبیه. مال پای راسته. یعنی شاهزاده لنگه چپ رو برداشته. اگه این کفش کهنه اندازه پای چپ سیندرلا نمیشه پس دمپای شیشه هم اندازش نمیشه. ای وای، اگه دمپای شیشه اندازه پای سیندرلا نشه نمیتونه ثابت کنه که همون دختری بوده که شاهزاده تو مهمونی اونو دیده. بعد اون وقت اونا با هم ازدواج نمیکنن و سیندرلا برای همیشه اینجا گرفتار میشه. به جونا نگاه میکنم. اونم به من نگاه میکنه. میدونه که منم میدونم. بازم اینجوری شد. ما وارد یک افسانه شدیم و همه چیزو خراب کردیم. حالا چی کار کنیم؟ جونا میگه وای پاش اندازه توپ بسکتباله. میگم همه ساکت. من باید فکری بکنم. باید اینو درست کنم. سیندرلا میگه چی رو درست کنیم؟ من فکر میکنم یه چیزی هست که بهم نمیگین. بگین بهم. اصلا دلم نمیخواد این کارو بکنم ولی جونا لو میده. جونا میگه دمپای شیشه‌ای اندازه پات نمیشه. میگم البته امروز اندازه نمیشه ها.
میبریم دکتر یا اصلا زمان میگذره و پات خوب میشه. ما نمیدونیم شاهزاده کی میاد، شاید تا یه هفته دیگه نیاد. پاش که همیشه اینطوری نمیمونه، خوب میشه، احتمالا نشکسته، فقط یکم ترک برداشته. جونو در حالی که به دیوار اشاره میکنه میگه ایبی حله، ببین، و به دمپایی شکسته شده کنار دیوار اشاره میکنه. ما میتونیم اون یکی لنگه رو نشون بدیم به دستیار شاهزاده و سیندرلا اونو پاش کنه و چون اندازش مشکلمون حل میشه. وای آره، جون راست میگی، مشکل کفش حل شد. صدایی از پایین فریاد میزنه سیندرلا و صدا داره نزدیکتر میشه. میگه صبحانه که درست نکردیم، ما خودمون برای خودمون لقمه گرفتیم و چای خوردیم، کجایی پس؟ سیندرلا میگه دارم میام. بعد صداشو یواش میکنه، میگه نامادریمه، نباید بیاد اینجا وگرنه شما رو میبینه. صدا میگه سیندرلا من دارم میام تو. سیندرلا که چشمش از ترس گشاد شده میگه قایم شین. اتاقو نگاه میکنم، کجا قایم شیم؟ هیچ جایی برای قایم شدن نیست، فقط حصیر داریم، نه تختی نه پرده‌ای، هیچی نداریم. آها صبر کن، کمد هست، میتونیم توی کمد قایم بشیم. ساکت توی کمد میشینی. نامادری اصلا متوجه حضور ما نمیشه، نامرئی میشیم مثل موشا. میپرم، دست جونو رو میکشم و سمت کمد میریم. میتونیم اینجا قایم بشیم، حتما میتونیم. همین که من و جونو توی کمد میپریم، در اتاق سیندرلا باز میشه. میخوام در کمد رو ببندم که یک دفعه بوم، جونا سرش رو به پشت من میکوبه. تعادلم از دست میدم، دستامو باز میکنم تا نقش زمین نشم. کمد تکون میخوره، سطل حلبی کنار کمد هم میفته روی زمین. سطل دقیقاً روی دمپای شیشه کنار دیوار میفته. دمپای روی زمین 1000 تیکه میشه. حالا دیگه کاملا شکسته است. ای وای، مشکل کفش حل نشد. فصل 10. اصلا از دیدنت خوشحال نشدم. سیندرلا چی کار میکنی؟ بتی جمله رو ناتمام میذاره. ببخشید آقای جوان، خانم جوانی که پرچم فلامو پوشیدی، اصلا شما کی هستین؟ از چیزی که فکر میکردم بلندتر از کایلا و ترسناکتر از اون. دامن قهوه‌ای بلند با بلوز سبز پوشیده، موهای جوگندمی پرپشتی داره که دور شونه‌اش ریخته، دماغ باریک، لب‌های باریک و چشم‌های ریز قهوه‌ای. بتی یعنی مادر خونده و در واقع نامادری سیندرلا اصلا شبیه بتیا نیست. کسی که اسمش بتیه من لبخند میزنه و بهم شیر و بیسکویت و شاید کیک تعارف کنه. کسی که اسمش بتیه هیچ وقت جوری به من زل نمیزنه که انگار یک سوسک چیزی هستم که دارم روی زمین وول میخورم. زود باش ایبی، فکر کن ما برای چی اومدیم اینجا؟ آها فهمیدم، وقتی شک داری و نمیدونی چی کار میکنی حداقل حتما مؤدب باش. میگم سلام، خوشحالم که بالاخره شما رو دیدم. جونا و سیندرلا با هم میگن خوشحالی؟ بهتی یه قدم نزدیکتر میشه. تو کی هستی؟ میگم من ایبیم، اینم برادرم جوناست. جونا میگه ما از شهر اسمیتویل اومدیم. بهتی اخم میکنه و برای چی اومدین اینجا؟ چون عموزاده های گم شده سیندرلایی. نگاهی به سطح حلبی و مشکل حل نشده کفش میندازم و چیزی به ذهنم میرسه. ما بدل های سیندرلایی. بتی با تعجب میگه بگیم ببینم چرا سیندرلا باید بدل داشته باشه؟ مگه جایی قراره بره؟ سیندرلا مغرورانه میگه بله در حقیقت من. ای وای نه، الان اسم شاهزاده رو میاره. من نیشگونی از بازوی سیندرلا میگیرم و وسط حرفش میپرم، میگم اون به کمک احتیاج داره. آخ پاش ورم کرده، ما بدلش نیستیم، در واقع اومدیم کمکش کنیم. چشمای قهوه‌ای ریز بتی با دیدن انگشتای باد کرده سیندرلا از حدقه بیرون میزنه. چرا اینجوری شده پات؟ سیندرلا میگه دیشب یه دمپایی شیشه‌ای، نه دمپایی نه، من وسط حرفش میپرم، یه سورتمه و باز یک نیشگونی از بازوش میگیرم.
اون سورتمه شیشه‌ای رو انداخت روی پاش. ای وای، همینجوری چیزی دارم میپرونم. بتی میپرسه سورتمه شیشه‌ای دیگه چیه؟ میگم سورتمه دیگه، برای سورتمه سواری. جونا میگه با سورتمه از تپه ها سر میخوریم. من عاشق سورتمه بازیم. یه دونه سورتمه توی خونه داریم که البته چوبیه، ولی مطمئنم سورتمه های شیشه‌ای بهتر سر میخورن. میگم آره دقیقاً، لیزتر هستن. کلمات کاملا غیرعادی از دهانم بیرون میاد. بتی میپرسه ولی بیرون که برف نیومده، پس کجا از سورتمه استفاده میکرد؟ از کجا آورده بودش؟ درسته، به نکته خوبی اشاره کرد. میگم توی سطل آشغال همسایه پیداش کرد. حالا میفهمم چرا انداخته بودنش دور. این سورتمه‌های شیشه‌ای خیلی خطرناکن، به خصوص وقتی که روی پله‌ها استفاده بشن. بتی به من زل زده. میگم اون حتما اگه برف میومد بیرون ازش استفاده میکرد، نه توی خونه، و روی پله ها هم که برف نمیاد. حرفم منطقیه نه؟ همون قدری که فکر میکنم مسخره به نظر میرسه. سیندرلا قرمز شده، جونا علای پایینشو میجوه. پس احتمالاً بله، حرفم خیلی مسخره به نظر میاد. بتی به اطراف نگاه میکنه. پس این سورتمه که گفتین کو؟ مچمو گرفت، ولی نه کور خونده، محاله بذارم برنده بشه. سورتمه شیشه الان کجاست؟ آهان، بهش میگم بعد از این که روی پای سیندرلا افتاد و به این روز انداختش، باید مینداختیمش دور، مثل کاری که همسایه ها کردن. عجب آدمای عاقلی هستن این همسایه هاتون. جون انگشتشو طوری تکون میده که انگار داره با یک سگ حرف میزنه. سورتمه بد. بتی میپرسه ولی شما دوتا چجوری از اینجا سر در آوردین؟ چجوری؟ سوال خوبیه. البته به نظرم حرف زدن درباره آینه جادویی کار خوبی نباشه. سیندرلا میگه این روزنامه ها رو آوردن. ایول سیندی جون. با خوشحالی میگم بله، من روزنامه ها رو پخش کردم. دقیقا همینطوره. بعد صدای جیغ سیندرلا شنیدم که افتاده بود پایین پله ها. اصلا جور در نمیاد چرا پاش ورم کرده. وقتی آدم از پله میفته که پاش ورم نمیکنه، شاید کمرش بشکنه یا میگم آخه وقتی سورتمه رو برداشت که بندازه دور افتاد روی پاش. آخیش فکر کنم خوب شد اینجوری. بعد ادامه میدم دوباره جیغ زد و ما دویدی اومدیم تو. درتون قفل نبود راستی. برای امنیتتون خوب نیست تا در رو باز میذارین. وای من چقدر خوب خالی میبندم. بعد میگم بعد اون به من گفت که کلی کار داره که بعد انجام بده. منم گفتم تا وقتی که حالش بهتر بشه کمکش میکنم. بتی با شک به من نگاه میکنه. بقیه روزنامه ها کجان؟ فوراً میگم همه رو پخش کردیم و دوباره برگشتیم اینجا. بتی دستاشو توی هوا تکون میده. ولی شما برای چی کمکش میکنین؟ به جاش چی بهتون میده؟ جونا میگه ما کمکش میکنیم چون آدم خوبی هستیم. اشکالی نداره اگه چیزی بهمون نده و جبران نکنه. این کاری که آدمای خوب میکنن و به هم کمک میکنن. چشمای قهوه‌ای و ریز بتی باریکتر میشن. متوجه ماجرا نشده چون نمیدونه خوب بودن یعنی چی. من باید با زبان خودش حرف بزنم. البته سیندرلا قراره به ما زبان انگلیسی هم یاد بده. بتی یک از ابروهاشو بالا میبره و میگه به نظر میاد شما انگلیسیتون خوبه و انگلیسی رو کامل بلدین. جونا میگه اون قراره بهمون یاد بده چجوری بهتر حرف بزنیم. میگم سیندرلا یه دورتان جامبیه. این به زبان اسمیتویلی یعنی معلم خوبیه. این زبونیه که ما توی اسمیتویل باش صحبت میکنیم. میپره وسط حرفم. خب مهم نیست. اگه میخواین تا وقتی که پای سیندرلا خوب بشه بهش کمک کنین، اشکال نداره، کمکش کنین. اما یادتون باشه خیلی سرمون شلوغه. شماها که روزنامه ها رو آوردین حتما خبرها رو شنیدین. میگم بله البته، فقط میشه یادآوری کنین. بتی یعنی همون نامادری سیندرلا میگه شاهزاده اعلام کرده که با کسی ازدواج میکنه که اون کفش شیشه‌ای که توی مهمونی پیدا کرده اندازش بشه. دستیارش امروز شروع میکنه و تک تک خونه های اینجا رو میگرده. بنابراین شما ستا بهتره شروع به تمیز کردن خونه بکنین. از همینجا شروع کنین. یه عالمه شیشه ریخته روی زمین. وای نه، همین امروز؟
به پای سیندرلا نگاه میکنم. ای وای. بعد از اینکه بتی از اتاق بیرون میره، جونا میگه ما یه رلامو داریم. میپرسم یعنی چی؟ میگه رلامو به زبون اسمیت ویلی میشه یه مشکل. و بعد میخنده. فصل 11. ما به جادو نیاز داریم. میپرسم حالا باید چی کار کنیم؟ سیندرلا که اخم کرده میگه این یک رلاموی واقعیه. اگه دستیار شاهزاده امروز بیاد، پای من عمرن توی دمپای شیشه‌ای جا نمیشه. میگم آره درسته. جونا میپرسه توی زبان اسمیت ویلی به دردسر چی میگن؟ دسینتسی. میگم جونا ویل کن، سعی کن تمرکز کنی. سیندرلا امیدوارانه میگه شاید امروز نیاد، شاید فردا بیاد. نگاهی پای سیندرلا میندازم. بعید میدونم تا فردا خوب بشه. سیندرلا میپرسه پس چی کار کنم؟ باید اندازم بشه. جونا میگه میتونی یکی از انگشتای پاتو قطع کنی، عین داستان برادران گریم. سیندرلا با ناراحتی میگه عجب داستان احمقانه ای. به جونا میگم جونا این چیه میگی؟ خیلی چندشاوره، نگو دیگه. میگه داشتم شوخی میکردم، خیلی درد داره، البته خیلی هم جالبه. از دست جونا. باید راه حلی براش پیدا کنیم. میگم آها فهمیدم. راحته. تو یه مادرخونده افسانه‌ای داری درسته؟ سیندرلا سرشو تکون میده. خب ازش بخوا که این مشکل رو حل کنه. اصلا کارش همینه که مشکلاتو حل کنه دیگه. سیندرلا میگه آره فکر خوبیه. جونا میپرسه چجوری میاریش اینجا؟ صداش میکنی؟ آره صداش میزنم، اسمشو میگم و اون خودش میاد. سیندرلا سرشو به سمت دودکش میگیره. فراه اونجایی؟ جونا میگه مثل بابا نوئله. 1 ثانیه بعد نور زرد رنگی وسط اتاق میچرخه. بعد کم کم روی زمین میسته و میتونم اونو ببینم. مادر خونده افسانه‌ای. اصلا شبیه چیزی که انتظار داشتم نیست. فکر میکردم چاق و چله باشه، اما نیست. اتفاقا خیلی هم لاغره. چشماش درشت و سبز و لبخند میزنه. موهاش فرفریه و با یک کش شل پشت سرش جمع شده. به جای اینکه شنل تنش باشه، یه شلوار مشکی و ژاکت زرد پوشیده. مثل یک آدمه که شبیه زنبور عسل بشه. البته آدم که نه، جادوگری و در واقع جادوگر و پریای توی قصه مگه آدمن؟ نمیدونم. به هر حال به نظر من اون یک پری واقعیه. البته هیچ بالی روی شونه‌هاش نمیبینم. یه چوب دسته سحرآمیز زرد و مشکی توی دستش گرفته که شبیه شکلات‌های عصاییه. جونا میگه پس شما پری قصه هایین؟ بله، و شما هم باید ایبی و جونا باشین. میپرسم شما از کجا میدونین؟ میخنده. ما اینیم دیگه. خب سیندرلا چه کاری میتونم برات انجام بدم؟ میگم شما باید پاشو درست کنین، باد کرده. اینجوری اصلا توی دمپای شیشه‌ای جا نمیشه. اگه دمپای اندازش نشه هیچ وقت نمیتونه با شاهزاده عروسی کنه. فراه به سیندرلا نگاهی میکنه. آره سیندرلا، تو میخوای با شاهزاده عروسی کنی؟ سیندرلا میگه البته که میخوام. پس فکر کردی برای چی میخواستم برم مهمونی؟ برای اینکه غذا بخورم؟ نه خیر، من میخوام شاهزاده بیاد منو نجات بده و از این وضعیت خلاصم کنه. فراه پلک میزنه و بعد دوباره بازم پلک میزنه و میگه ببخشید. سیندرلا تکرار میکنه من میخوام نجاتم بده. ازدواج با اون منو از این بدبختی نجات میده. وسط حرفشون میپرم و اگه اشکالی نداره میشه لطفا ما رو به نزدیکترین آینه جادویی برسونین؟ ما باید بریم خونه. پیشا پیش ممنونم. حالی شد. همه مشکلاتمون با یک نور زردرنگ حل شد. احتمالاً الان فراه پای سیندرلا رو به حالت اول برمیگردونه و بعدش هم با 1 فوت ما رو به خونه میرسونه. فراه دستاشو به سینه میزنه و میگه نه. ببخشید درست شنیدم؟ دوباره میگه نه. سیندرلا پلک میزنه و دوباره پلک میزنه. نمیفهمم چرا نه؟
فرح که به هممون نگاه میکنه میگه اولا که من دوست ندارم بهم دستور بدن. دومی که سیندرلا من اصلا از این رفتارت خوشم نیومد. اصلا باید یاد بگیری خودتو نجات بدی. باید یاد بگیری روی پاهای خودت وایستی. سیندرلا ناله میکنه ولی پای من که درد میکنه. اصلا نمیتونم وایستم. فرح میگه خب پس بهتره یاد بگیری. نمیتونی به شاهزاده وابسته باشی تا نجاتت بده. تو باید روی پای خودت وایستی و به خودت متکی باشی. جونا میگه یعنی چی به خودت متکی باشی؟ میگم یعنی به خودت تکیه کنی. میگه پس من به خودم متکیم. پوزخند میزنم برو بابا، تو حتی تخت خودت هم مرتب نمی کنی. سیندرلا با لحن ملایمی میپرسه پس یعنی نمیخوای امروز پامو درست کنی؟ پری قصه ها میگه بله امروز نمیخوام پاتو درست کنم. باورم نمیشه فرح اینقدر بدجنس باشه. اون یه پریه. توی هیچ قصه‌ای به این موضوع اشاره نشده. میگم ولی ما واقعا احتیاج داریم که پای سیندرلا امروز درست بشه. اگه دمپای اندازش نشه نمیتونیم ثابت کنیم که سیندرلا همون دختره. مگه خودت از اول به خاطر اینکه بتونه به شاهزاده نزدیک بشه و با هم صمیمی بشن نفرستاده بودیش مهمونی؟ فرح میگه نه، من فرستادمش که بتونه یه شب بره بیرون از خونه و خوش بگذرونه. میپرسم یعنی هیچ فکری نکردی که شاهزاده ممکنه عاشقش بشه؟ میگه من با اینکه شاهزاده عاشقش بشه مشکلی ندارم، ولی نمیخوام سیندرلا اینقدر ضعیف باشه که برای خوشبختیش به اون احتیاج داشته باشه. سیندرلا تو تنها کسی نیستی که مسئولیتش به عهده منه. من مادر خونده افسانه‌ای شاهزاده هم هستم. از وقتی بچه بود میشناسمش. اصلا دلم نمیخواد گیر یک دختر قرقوری لوس بیفته. اون به یک شریک توی زندگیش احتیاج داره. بعدشم یک ملکه باید قوی باشه. اگه بهم ثابت کنی که آویزونش نمیشی بهت کمک میکنم. فهمیدی؟ بهم نشون بده که میتونی روی پای خودت وایستی. بعد من پاتو درست میکنم. من دلم میخواد کمکت کنم ولی فقط در صورتی که اول خودت به خودت کمک کنی. میگم ولی دیگه خیلی دیر میشه. دستیار شاهزاده داره میاد. فرح میگه دستیار شاهزاده الان اون طرف قلمرو پادشاهیه و تا سه‌شنبه عصر اینجاها نمیاد. من تا سه‌شنبه ظهر بهت مهلت میدم که منو خبر کنی و نشونم بدی که به خودت متکی هستی. الان صبح یک شنبه است. 2 روز و نیم وقت داری. ولی اما میگم فرح وایستا، پس ما چی؟ میتونی کمکمون کنی که یک آینه جادویی پیدا کنیم و بریم خونه؟ ولی دیگه دیر شده. اون رفته و فقط نور زرد رنگی از خودش به جا گذاشته.